با درود یک بار دیگه در حضور دکتر فرامرز خبیرپور هستیم در ادامه مسئله ازدواج و زندگی زناشویی. در قسمت قبل صحبت از این بود که جوانها چطور باید خودشون رو برای زندگی مشترک آماده کنن و چه نکاتی رو باید در نظر داشته باشن. این دفعه میخوایم ببینیم که یک زندگی مشترک سالم چه خصوصیاتی رو باید داشته باشه و در معرض چه خطرهایی هست و ببینیم به چه نتایجی میرسیم که کمک بکنه به زن و شوهر جوانی که ازدواج کردن برای ساختن یک روابط سالم زناشویی. پس شروع میکنیم که شما به ما بگین که به عنوان روانشناس وقتی میخواین بگین که یک زندگی، یک رابطه سالم زناشویی خوب هست و اینا، چه خصوصیاتی رو در نظر میگیرید؟ البته مطالب مختلف هست، زیاد هست. من یکی دو تا موضوع رو شاید عنوان میکنم که به نظر من مهم هست، ولی البته چیزای دیگه هم هست که مهمه که الان راجع بهش فکر نمی کنیم و صحبت نمی کنیم چون وقت نداریم. چون وقت هم نداریم، خیلی هم نمیخوایم طولانی باشه این برنامه ها. ببینید، یک روابط سالم روابطی است که، یعنی یه روابط زناشویی سالم روابطی است که درش البته محبت باید باشه، ولی خب این محبت که اصلا پایه این رابطه، ولی به اضافه محبت باید احساس اون دو نفری که در این روابط هستن، در این زندگی زناشویی با هم هستن، باید احساس اینو بکنن که اونطوری که هستن طرف قبولشون، یعنی رسپکت باید توش باشه. باید احترام متقابل باشه، همدیگر رو باید داشته باشن و باید، باز تکرار میکنم، اونطوری که اون طرف هست قبول بکنن، نه اونطوری که من دلم میخواد اون باشه. یه موقعی رابطه شروع میشه ناسالم، یعنی حالت ناسالمیت به وجود میاد، اینه که من شروع میخوام بکنم طرف رو عوضش بکنم. من وقتی که یک کسی رو میخوام عوض بکنم، تو فکرم اینه که اون طرف اونطور که باید باشه نیست، برای همین میخوام عوضش بکنم دیگه. و اون وقت شروع میکنم یک فشارهای رو طرف آوردن. چرا تو اینو گفتی؟ چرا این کار کردی؟ چرا این کار کردی؟ چرا وقتی که به من گفتی که ساعت 5 میای خونه، یه ساعت من یا شب فلان موقع میای هنوز نیامدی؟ چرا؟ همش نکات میبینیم در طرف که اذیتمون میکنه و میخوایم اونو عوضش بکنیم. و چون که قبلا هم گفتم در صحبت قبلی که ما داشتیم، کسی نمیذاره که کسی دیگه عوضش بکنه. یعنی اگر من بخوام یه چیزی در خودم عوض بکنم یا یه نکته‌ای که میبینم که خوب نیست در خود من، اولا خودم باید آگاهیت بهش پیدا کنم، نه طرف به من بگه. و ثالثاً خودم من باید زحمت بکشم که این موضوع رو تربیت کنم. وقتی یکی دیگه به من بگه یا بخواد منو عوض کنه، اولین ریاکشنی که در همه ما هست حالت ویرشن، استقامت، مقاومت هست. مقاومت من باعث میشه که طرف باز بیشتر بخواد فشار بیاره و اون وقت زود تبدیل میشه این روابط به تبدیل زد و خورد، بحث، جدل، کریتیک کردن، از هم دیگه ایراد گرفتن. و این موضوع یک روابطی که شاید اولش خوب بوده یواش یواش خراب میشه. پس باید اون طرف رو همونطوری که هست قبولش داشته باشیم، ولی خب اگر طرف اخلاقای
ناجوری داشته باشه چی؟ خب برای همین من قبلا گفتم اگر اخلاقای ناجوری داشته باشه، خیلی ناجوری داشته باشه، بهتر ازدواج بهتره نکنه. که اصلا وارد اون ازدواج نشید. من اینو قبلا گفتم. و یکی از اون اخلاقای خیلی ناجور اینه که صداقت در طرف نبینم. یعنی ببینم که آدم صادقی نیست، درستی نیست. این یکی از اون کوالیتی هاییست که باید من در طرف ببینم. و اگر اونو ندیده باشم یا با اون شک داشته باشم، بهتره که واردش نشم، وارد این رابط نشم. حالا در مواردی که خب در نسل‌های گذشته خیلی بیشتر بوده ولی هنوزم هست، این که مرد خودش رو بالاتر از زن میبینه، یعنی به برابری حقوقی اعتقادی ندارن و یا زن خیال میکنه که مرد اینجوره، همش میخواد یک جوری حق و حقوق خودش رو بگیره. در این موارد چیکار میشه کرد؟ دیگه حالا ازدواج کردن دیگه قبل از ازدواج نیست، بعد از ازدواجه. چطور میتونیم، چون این مشکلات من فکر میکنم مسئله برابری ارزش و برابری حقوق یک مشکل اجتماعی دیگه، مخصوصا در فرهنگ‌های شرقی. حالا چطور میشه زن و شوهر کمک کنن به هم و یا چطور میتونه آدم این حس برابری رو در خانواده ایجاد کنه؟ این یه موضوع خیلی مهمی است که شما عنوان کردید، برای اینکه این یکی از مسائلی هست که نه فقط جنراسیون های قبلی بلکه هنوز نسل‌های قبلی بلکه هم امروزم و هنوزم تا چند جنراسیون بعد ما روی این موضوع باید کار بکنیم که برسیم به اون برابری و وحدت و Gleichwertigkeit، یعنی ارزش برابر زن و مرد. برابر زن و مرد. ما هنوز نرسیدیم به اونجا، خیلی دوره. چرا نرسیدیم؟ برای اینکه سالیان سال جور دیگه بوده. همیشه همچون که گفتید در سیستم‌های اجتماعی پاتریارشال زندگی کردیم، یعنی قدرت همیشه دست مردا بوده، پدرشاهی بوده و خب مردا فشار همیشه آوردن رو زنها، یا اصلا دیدشون به زن یه دیده خیلی دیده از بالا به پایین، از بالا به پایین بوده. برای همین میگن باید زن حرف شوهرش رو اطاعت کنه، میگن اطاعت باید بکنه، میگن ولی خب این دیگه توی دنیای امروز دیگه خریدار نداره از طرف خانم. و اصلا این حرف هم درست هم نیست. موضوعی نیست که نه من باید حرف طرف رو اطاعت کنم، نه طرف باید حرف بنده رو اطاعت کنه. ما که چیز همدیگه نیستیم که چی میگن خدمتکار یا روی اون یکی که نیستیم. ببینید این مسئله اطاعت یه مسئله است که مهمه در زمینه تعلیم و تربیت بچه ها. اونجا این کانسپت اطاعت یه چیزیست که اتفاقا امروز هم در دنیا داره یواش یواش از دست میره، که بچه ها اطاعت دیگه نمی کنن به مادر پدرشون. یعنی براشون مادر پدر اون اتوریته نیست، یعنی مادر پدر اتوریتهشونو دارن از دست میدن. در اون کنتکست اطاعت یه چیز مهمیه، ولی در روابط زن و شوهر هیچ نباید باشه، برای اینکه هیچ کدومشون بالاتر از دیگری اتوریته نیست برای طرف. من یک اتوریته نیستم برای زنم و زنم برای من اتوریته نیست. من یه قدرتی نیستم که مقام خاصی ندارم که من زن باید قرار باشه اطاعت بکنه، به بنده اطاعت کنه یا برعکسش. این موضوع اتوریته رو من نمیدونم به فارسی چی میگن، لغت اتوریته اقتدار میگن، قدرت طلبی میگن. یعنی یکی یه قدرتی داره، یه اتوریته‌ای داره. این نباید باشه در رابطه. اقتداری داره. من بهت گفتم تو پس چون که من به تو گفتم تو باید به من اطاعت کنی، برای اینکه من شوهرتم، یا
مردم یا من هرچی هستم در زن باید مطیع شوهرش باشه. زن باید مطیع باشه. این صحبت ها مال در واقع در یک جامعه دموکراتیک هیچ کس از کس دیگه اطاعت نمیکنه، همه از قانون اطاعت میکنن و اختلافاتشون رو با مشورت و گفتگو حل میکنن. در حقیقت اطاعت در رابطه همونطور که گفتید به قانونه. قانون یک اتوریته است و تشکیلات institution، مؤسسات. مثلا دولت یک اتوریته ای داره، ولی حتی اون دولتی هم که رفتارش درست نیست، طرز رفتارش درست نیست با مردم، اونم اتوریتش رو از دست میده، برای اینکه مردم مورد سواله، در سوال میذارن، حتی اگر قبول نمیکنن، در اصل داره اون اتوریته رو، اون اتوریته رو هم از دست میده یک موقع. درسته. صحبت از استقلال و آزادی بود و خب حد و مرز این آزادی چیه؟ یعنی اینکه گفتیم که نباید بترسیم در ازدواج که من وقتی که وارد یک رابطه زناشویی میشم دیگه آزادیمو از دست میدم، ولی حد و مرز این آزادی چیه؟ تا چه حد هر کدوم آزادی دارن؟ آیا نباید با هم توافق کنن سر یک مسائلی، یه موضوعی؟ ببینید آزادی باید در روابطش گذاشت با، حالا من اینو سعی میکنم داره شرحش بدم، با مسئولیت. ببینید ما وقتی که وارد verantwortung بهش میگم، با مسئولیت، من آزاد به اون صورت، اصلا آزادی به اون صورت اصلا وجود نداره که من هر کاری دلم بخواد بکنم. آزادی میشه آزادی حیوانی. اون میشه آزادی حیوانی که من آزادم هر کاری دلم بخواد بکنم. نه، من باید اون کاری رو بکنم که درسته، نه اون کاری رو بکنم دلم میخواد بکنم. پس اینجا یک کنسپت مسئولیت هم میاد تو کار. یعنی من در مقابل اون کاری که میکنم مسئولم. و آزادی منم، این در غرب یه جمله هست میگن آزادی منم تا حدی درسته که آزادی طرف رو محدود نکنم. یعنی بنده اگه هر کاری دلم بخواد بکنم، ولی خب اون آزادم که هر کاری دلم بخواد بکنم، ولی اون کاری که من میکنم اذیت بکنه طرف رو، ناراحت بکنه طرف رو، یک قوانینی و یک نظمی رو از بین ببره، اون درست نیست. اونو بهش میگن انارشی، هرج و مرج به وجود میاره. پس برای این رفتار من باید همیشه مسئولانه باشه، جوری باشه که اذیت نکنه، یعنی آزادی طرف رو از بین نبره. این موضوعی که ولی قبلا گفتم که بعضیا میترسن که آزادیشون رو از دست بدن، این یه چیز دیگه هم باید بهش ربطش داد. اینه که من وقتی که وارد یک روابط میشم، نباید در اون روابط احساس کنم در اون روابط که دیگه وارد یه زندان شدم، یه همچین حالتی هست. یعنی اون روابطی که با طرف به وجود میارم، نه، احساس زندانی نباید به من دست بده. وقتی احساس زندان میکنم که در اون روابط اون وقتی که با طرف ازدواج کردم احساس میکنم دیگه من شدم مال طرف. یعنی مثل اینکه من یه زنی و ازدواج اراده ندارم، یه زنی و ازدواج میکنم، این زن رو میذارم مثل یک میارمش تو خونه خودم و دیگه تو خونه دیگه مال خونه، مثل چیزای دیگه که مال منه. اون موقع دیگه اون طرف این آزادی نداره، اینکه مال منه، من میتونم با اون طرف هر کاری دلم بخواد بکنم. همونطور که با یه صندلی میتونم هر کاری که دلم بخواد صندلی من باشه و میتونم از اون صندلی هیچ کسی، این حالت نباید باشه. نباید این حالت باشه. اینم هنوز هست بعضی وقتا در روابطا که این باعث خب گرفتاری میشه و خانوما
بیشتر و بیشتر و خوشبختانه بیشتر و بیشتر دیگه قبول نمیکنن، راضی نیستن، میگه خودشون استقلالی دارن برای خودشون، خودشون یه شخصیتی دارن براش، مال هیچ کسی نیستن و نمیذارن دیگه که طرف مثلا مرد روشون حکومت داشته باشه. ولی خب اگر که این احساس در طرف باشه، من فکر میکنم باید بتونن دو طرف یک طوری با هم این مسئله رو حلش کنن و کنار بیان با هم. اگر این احساسات به وجود بیاد، البته راجع به این احساسات باید در مشورت صحبت بشه. البته یه خانمی که در یه همچین سیتواسیونی هست و یه همچین موضوعی رو احساس میکنه، باید بشینه با شوهرش صحبت بکنه و به طرف بگه که ببین من احساسم اینه که همینطور بیشتر و بیشتر تو حالتی که با من داری حالت یه کسی است که یه شخصی است که میخواد احساس مالکیت داری میکنی. خیلی مسائل رو میشه آدم در مشورت با هم دیگه حل کرد، برای که اون مردی هم که این حالت رو داره که زنشو به صورت مالش میبینه شاید اصلا آگاه نباشه براش، ناخودآگاه اینجوری تو تربیتش تو تربیتش دیده که فرض کنید ناخودآگاه اونم دیده که در خانواده بزرگ شده که دیده که پدرش و مادرش توی همچین رابطی بودن و همون روابط رو میخواد بعد پیاده بکنه در زندگی خودش با زنش. برای همین این چیزا وارد ناخودآگاه، فکرهای ناخودآگاه ما میشه و بعد ادامه میدیم طبق اون رابط رو با زن خودمون داشته باشیم. برای همین آگاه نیست و مشورت میتونه کمک بکنه که ما آگاه بشیم، ببینیم طرف در حقیقت راست داره میگه، من رفتارم با زنم درست مثل رفتار شبیه رفتار پدرم بوده با مادرم و من دارم اون سیستم رو دارم تکرار میکنم، ادامه میدم. یعنی ما در واقع در یک دنیایی هستیم که الان هر کسی باید بدونه که باید خودش رو تغییر بده و هیچ کدوممون هم پرفکت نیستیم و باید این آمادگی رو داشته باشیم که خودمون رو عوض کنیم، تغییر بدیم. خب حالا وقتی که مشورت میشه، وقتی که این موضوع پیش میاد و زن و شوهر با هم بحث و مشورت میکنن، در خیلی از خانواده ها میرسه به دعوا. حالا چیکار باید کرد؟ به عنوان یک روانشناس چه توصیه‌ای میکنی که این مثلا یکی از طرف‌ها یک مسئله رو میبینه، میخواد که اینو به مشورت بذاره که بلکه عوض بشه در روابطشون، ولی خب میشه دعوا، این حرف اونو قبول نمیکنه، عصبانی میشه. حالا اگر نگیم به کتک کاری که حالت خیلی متاسفانه بدش، ولی به دعوای لفظی میرسه. حالا چیکار میشه کرد که این مشورت تبدیل به دعوا نشه و به نتیجه برسه؟ ببینید مشورتی که تبدیل به دعوا میشه وقتی میبینیم که چیه تو این مشورت که وارد تبدیل میشه به دعوا، متوجه میشیم که طرزی که ما با هم دیگه صحبت میکنیم یا مشورت میکنیم، اون طرز صحبت ما دعوا رو ایجاد میکنه. ببینید من مثلا اگر به شما بگم که من این احساس رو دارم، من این احساسی دارم که در بعضی از موارد فشار به من میاد، متوجه؟ یعنی رفتار شما جوریست که منو اذیت میکنه و این احساس منه، این جوریست که من جریان رو میبینم. به طرف امکان اینو میدیم که اونم راجع به این موضوع فکر بکنه بدونی که اول احساس اینو بکنه که من دارم بهش حمله میکنم. جوری که ولی ما با هم یه وقتایی مشورت میکنیم اینی که ما به هم تنقید میکنیم، مثلا اول با دعوا شروع میکنیم، با ایراد گرفتن. تو همیشه منو یک جمله هایی هم استفاده میکنیم که اونم سخت‌ترش، وقتی میگم تو همیشه منو رو من فشار میاری، تو نباید دیگه این کارو بکنی.
نمیتونم من با تو زندگی، اگر همیشه تو من، اولا هیچ کسی همیشه یه کاری رو نمیکنه، ولی همین جمله‌ای که من به طرف میگم طرف رو فوراً میبره توی دفاع، یه جبهه دفاعی، توی جبهه دفاعی. و چیکار میکنه؟ یه وقتایی هم برای اینکه از خودش دفاع کنه یه چیزی در من پیدا میکنه که یه تو هم اینجوری هستی، ولی تو هم اینطوری هستی، و اون وقت وارد به بحث میشیم، به هیچ جا نمیرسیم. ولی اگه من شروع کنم بگم ببین من میخوام راجع به این موضوع، اشکالی که خودم دارم با خودم دارم و در رابطه با تو اینو متوجه شدم که هست، میخوام با هم صحبت کنیم و ببینیم که چی کار میتونیم بکنیم که این موضوع رو حلش بکنیم. وقت به طرف بیشتر آمادگی اینو داره که گوش بده، راجبش فکر کنه، فقط خودش رو در سوال نذاره، روابط رو ببینی در چه روابطی هست، احساس بکنه که احساس علاقه اصلا پیدا میکنه که برای اینکه زنشو که دوست داره یا شوهرشو که دوست داره، وقتی میبینه شوهرش زیر یه موضوعی داره اذیت میشه، یه مسائلی داره اذیتش میکنه و راجع به این موضوعی که ناراحتش میکنه و اذیتش میکنه با من داره مشورت میکنه، کمک منو میخواد، اون وقت وارد یه جور دیگه وارد بحث میشیم، میگیم اوکی متوجه شدم این موضوع تو رو اذیت، بذار ببینم کاری که من میکنم چیه، چه جوری رفتار میکنم، چی کار میکنم که شاید این احساس رو در تو ایجاد بکنه، آیا این رفتار منه، آیا اصلا این احساسی هست که تو همیشه داری، در هر موقعیتی داری، اشکال بیشتر از توه. میتونیم با راجع به این موضوع صحبت کنیم. یه وقتایی هم کمک هست و ما اینم بدبختانه خیلی ازش استفاده نمیکنیم که آدم رجوع بیاره به کمک های پروفسیونل، بره و کمک های روانشناسی یک شخص نوتر و یه یک شخصی که در این زمینه تجربات پروفسیونل داره و در این زمین هم درس خونده، میتونه شاید به ما کمکی بکنه، ولی ما سختمونه هنوز در برای اینکه ما وقتی که معده‌مون درد میگیره میریم پلوی دکتر اینترنیست که معاینه کنه، دوا بده، ولی وقتی اشکالای روابط رو داریم خیال میکنیم که فقط اون افرادی که مریض هستند از نظر روانی باید برن پلوی روانشناس، در صورتی که در یه حالت جدیدی یک توصیه های روانشناسی خیلی میتونه به ما کمک بکنه که اون رابطه رو درست بیاریم توی مسیر درستی. و خوشبختانه در فرهنگ ما و در فرهنگ غرب هم همینطور، ولی خب اینجا پیشرفته تر بودن، در فرهنگ ایران هم خوشبختانه داره این مسئله جا میفته که یک روانشناس خوب میتونه در خیلی از مشکلات به ما کمک بکنه. و حالا در مسئله کمک گرفتن از شخص سومی که در این زمینه خب تجرباتی داره و تاثیراتی کرده، نه هر شخصی، مثلا خوب نیستش که من وقتی اشکال دارم در رابطم با خانمم یا برعکس خانمم با من، من برم پیش دوستایی که یا خانمم بره پیش دوستاش و از اونا کمک بگیره، یا بره پیش مادرش، یا من برم پیش خانواده خودم و اون بره تو خانواده خودش. وقتی که این مسائل رابطمون رو با این افراد در میان میذاریم، اون وقت مسائلمون بزرگتر میشه، چون اونا دلسوزی میکنن، اونا پشت ما رو میگیرن، وارد در حقیقت کاری که میکنن جنگی میشی، اون جنگ قوی تر میشه و اصلا این میتونه باعث این بشه که روابط از بین بره. برای اینکه اون طرف به من میگه اصلا چون که میبینی که من ناراحتم، برای اینکه بخواد به من کمک کنه، یه وقتایی هم شاید به من بگه که اصلا با این چرا ادامه میدی زندگی رو، ازش طلاق بگیر. یعنی خیلی وقتا دخالت‌های خانواده ها باعث جدایی بین دو نفر شده. برای همین وقتی ما کمک میخوایم بگیریم باید بریم از یکی کمک بگیریم که نه با ما دوسته، نه با ما آشناست، نه با ما فامیله. خب این خیلی مسئله مهمیه.
حالا اینه که اون روابطی که در اون یک نفر خیلی زود عصبی میشه، آیا این آدمایی که خیلی زود عصبانی میشن، داد میزنن، آیا علت فیزیکی داره و یا تربیتیه و میشه عوضش کرد؟ هر دو میتونه باشه. یعنی بعضی ها هستن که اشکال دارن با این موضوع، یعنی آدمایی هستن که اسید خونشون بالاست، زود عصبانی میشن و حتی خشنن، خشونت داره در حالتشون هست و حتی ویولانت، یعنی خشونت به کار میبرن طرف رو اذیت نه میکنن. فقط وربال، نه فقط با کلمه، بلکه بدنن هم میزنن و اینا. بعضی ها این مسئله با خودشون دارن و اینا احتیاج حتما به یک کمک روانشناسی دارن، حتما. و اینکه خودشون نمیتونن این موضوع رو حل کنن با خودشون، این چیز کنترل کنن، عمیق‌تریه. بعضی هم میتونه این موضوع عصبی شدنشون دلایل دیگه ای داشته باشه که اونا رو میتونن در مشورت، یه زن و شوهر با هم میتونن روی این موضوع کار کنن و بفهمن که خب تو چرا انقدر زود عصبانی میشی، چه چیزایی هست در من که شاید تو رو عصبانی کنه، چه چیزایی هست در تو که در یه موقعیت‌های یهویی برات آگاه میشه و عصبانیت میکنه. این چیزا رو میتونی رو خودش احتیاج حالا نداره که بریم با یک روانکاو تماس بگیریم. ولی با وجود این کمک گرفتن از یک شخصی که در این زمینه تحصیلاتی کرده و وارده اشکالی نیست. ولی نباید فامیل باشه، نباید دوست باشه و باید بی‌طرف باشه. خیلی ممنونیم. انشالله که این توصیه ها کمکی به زن و شوهرهای جوان کرده باشه. مرسی. مرسی از شما.